سلام جون دل، چطوری؟ خوش اومدی به این ویدیو، یعنی اولین ویدیو چنل خودت بینام وایتی. و همین دوری هم که داخل تامنیل از تامنیل متوجه شدی، میخوام که داخل این ویدیو بهت سنس بروکن رو بهت بدم. پشمات بریزه. و اینکه این نکته هم در نظر داشته باش که بروکن الان آیپد پلیره، یعنی به جامعه موبایل پلیری خیانت کرده و باید برید اونو آنفالو کنید و منو فالو کنید. چرا؟ چون الان دارم با سنس بروکن با موبایل پلی میدم. و اینا هم بگم که بروکن الان داره با آیپد پلی میده و من این سنس رو چند سال پیش از توی یکی از استوریاش برداشتم و تا الان دارم باهاش پلی میدم. ولی خودمونیم، انصافا دمش گرم، وگرنه من که نمیتونستم همچین شاتایی بزنم. من نهایتا 10% توی شاتا تاثیر دارم، بقیهش 90%ش کار کاکام بروکنه که لطف که سنسشو در اختیار ما گذاشت تا بتونیم باهاش تو مپ بتازونیم و دهن انمی‌ها رو سرویس کنیم. و من میخوام سنس بروکن رو تو این ویدیو رایگان بهت بدم. چه دلیل قانع کننده تر از اینی میخوای که منو ساب کنی و این ویدیو رو لایک کنی؟ آره اون یار من بود، خیلی قشنگ. قربون صداش بشم. عالیه. به نظر تو چرا یه انمی باید از من که دشمنشم تعریف کنم؟ بخاطر اینه دیگه، قربونت بشم. سنس بروکن، بله. از دوباره میگم ویدیو رو لایک کن، چنل رو هم ساب کن. ما تازه چنل زدیم، بدبختیم. خدا خلاصه بگذاریم. من یه تغییر خیلی ریز داخل سنس بروکن دادم و اینه که ژیروسکوپ رو بهش اضافه کردم و انصافا هم حق شده. بعد اگه خوشت هم نمیاد ژیروسکوپ پلیر نیستی یا ژیروسکوپ روی موبایلت نمیاد نمیکشه، میتونی بری داخل قسمت بیسیک پایین صفحه گزینه رو از آن آف کن. خب دیگه جون دلا، بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، نمیخوام پرحرفی کنم بدون هیچ معطلی. خیلی هم معطل شدید قاعدتا. بریم سراغ آموزش و کد سنس و خود سنس بروکن. وقتی سنس بروکن رو بذاری، این رنج رو نمیزنی، این رنج رو لیزر میکنی. اگه دیدید نمیخوره و داری میس میدی و از این کارا، با تمرین هم درست نمیشه، میری تو تنظیمات قسمت بیسیک. باید همه این گزینه‌ها صفر باشه تا بتونی بدون میس هر رنجی دوست داری و لیزر کنی. خب جون دلای، کدی که رو صفحه میبینین کد سنس بروکنه که فیلمش رو هم آخر ویدیو براتون گذاشتم. اگه هم بلد نیستی از کد سنس استفاده کنی، میای داخل سنسیویتی قسمت بیار مود، از بالا سمت راست منیج رو انتخاب میکنی، گزینه وسط رو باز میکنی و کدی که کپی کردی و اینجا پیست میکنی. خب جون دل، به آخر ویدیو رسیدیم. امیدوارم که با من حال کرده باشی و این که من بنده حقیر رو هم ساب کنی، چون که از قدیم گفتن چرا عاقل کند کاری که باز آید بکن آن غم مخور، روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواستن توانست. ولش کن. آره خلاصه شما سابو بزن و اینکه اگه براتون مقدوره سر راه اون دکمه لایک هم بزن. دمتون گرم. خدافظ.